بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. خداوند سبحان رو شاکریم که حیات ما رو در عصر جمهوری اسلامی ایران قرار داد و به واسطه نرم افزارهای برخاسته از انقلاب اسلامی امروز نمایندگان ملت به نمایندگی از اراده مردم می توانند مسئولان رو مورد بازخواست قرار بدن و اونها بایستی پاسخگوی اقداماتی باشند که انجام دادند، اقداماتی که انجام ندادند باشند. موضوعی که امروز مطرح هست و جامعه ما اون رو با تمام وجود درک میکنه، سوالات جدی و علامت تردید بر روی عملکرد کارگزاران نظام در سطح جامعه ایجاد شده. تردیدهایی به وجود آمده که اگر این تردیدها برطرف نشود همواره به عنوان یک درد بر روی قلب و بر جان و روح مردم سنگینی خواهد کرد. کانون این تردیدها نقاط مختلفی است. همکاران من، وزارت راه و شهرسازی از جمله نقاطی است که سبب شده آتش به خرمن اعتماد مردم در کارایی و کارآمدی و پاسخ دادن کارگزاران نظام به مسئولیت‌هایی که به اونها سپرده شده بیفتد و مرتب قرینه‌ها و شواهد متعددی از راه میرسد که اثبات می‌کند این ناتوانی و عدم کارآمدی را و این عدم کارآمدی باعث به مخاطره افتادن جان مردم و آبرو و مال اونها شده است و طبیعتاً بایستی در این شرایط مجلس شورای اسلامی به وظیفه قانونی خودش عمل بکنه. یکی از موضوعات جدی که هنوز بر روح و جان مردم ما در آذربایجان خراش می‌اندازد حادثه قطار تبریز مشهد هست که ما یک جلسه استیضاح رو هم در اینجا پشت سر گذاشتیم. به واسطه ناکارآمدی و عدم پیش‌بینی‌های لازم 50 نفر از مردم ما جان خودشون را از دست دادند. دستگاه قضایی ایراد جدی به او وارد هست که هنوز بعد از گذشت 16 ماه تکلیف رسیدگی خودش رو مشخص نکرده است. از سوی دیگر انتظار از قوه مجریه و وزارت راه و شهرسازی این بود که بایستی کسانی که در مسیر انجام وظیفه خودشون دچار سستی و تعلل شده بودند با اونها برخورد بکنه. در این خصوص هم اقدام مشخصی اتفاق نیفتاد و اطلاع رسانی هم صورت نپذیرفت. ما در حادثه قطار شاهد این بودیم که قطاری با سرعت 140 کیلومتر سرعت با 800 تن بار و صدها مسافر بدون اینکه از ایمنی لازم برخوردار باشه با قطار دیگری که در مسیر مانده بود تصادف کرد و نتیجهش شد جان باختن 50 نفر از مردم ما. در این قطار حتی یک چکش هم نبود که مردم بتوانند جان خودشون رو از این قطار مرگ آتشبار و آتشین نجات بدهند. و این هم از جمله بدیهیاتی است که وقتی که صاحب کار بالا سر کار خودش نیست، رسیدگی و توجه لازم رو ندارد، به ویژه در وزارتخانه مثل وزارت راه و شهرسازی که جنس کار با وجود اینکه یک جنس ستادی است، وزارت ستادی است، لکن بخش عمده فعالیت‌های این وزارتخانه فعالیت‌های اجرایی و عملیاتی است و انتظار میره که وزیر مربوطه با شدت و حدت هم بازخواست بکنه و هم پیگیری‌های مجدانه‌ای رو انجام بده. وزیر باید در هفته سفر بکنه، سرکشی بکنه، تمرکز بکنه، تصمیم گیری بکنه
وقتی این مهم رخ نمیده تصمیم‌گیری‌های ذهنی و فضایی فاقد مبنای اجرایی خواهد شد و آن وقت می‌شود سرخوردگی ملی. ما در خصوص حوادث غیر مترقبه‌ای که به واسطه همین عدم توجه سوء مدیریت اتفاق افتاده، قرائن دیگری بعد از حادثه قطار شاهد اون هستیم. در حادثه زلزله، بارش‌های اخیر و سانحه هواپیما باز مردم حس می‌کنند اقدامات لازم در خصوص پیشگیری صورت نگرفته و وقتی بحران واقع شده و جان مردم به مخاطره افتاده، وزیر متاسفانه در جلسه رسیدگی مربوط به این موضوع در کمیسیون عمران مسئولیت مدیریت بحران رو متوجه وزارت کشور می‌کند، ولی اون چیزی که هزینه شده ضایع شدن اعتماد مردم بوده و به کارآمدی کارگزاران نظام لطمه وارد شده. ما همه دیدیم بسته شدن اتوبان‌های منتهی به پایتخت رو، فلج شدن چرخ زندگی مردم رو، بسته شدن فرودگاه‌های بهآباد و امام خمینی رحمت الله علیه رو دیدیم و قطار گرمسار به تهران 13 ساعت طول کشید تا به تهران برسه. این حال روز اداره امور جاری کشوره. در خصوص پیشرفت پروژه ها هم هر کدوم از ما نمایندگان پروژه های متعددی رو داریم که می توانیم برشماری بکنیم که حکایت از این میکنه که سرکشی، رسیدگی و توجه و برنامه‌ریزی لازم و برنامه‌ریزی ستادی که باید در اون صورت بگیره اتفاق نیفتاده و همین هم موجبات ناامیدی و یأس و سرخوردگی مردم رو سبب شده. یکی از موضوعاتی که امروز مورد توجه هست بحث مسکنه. ما 2.5 میلیون مطالبه انباشته و نیاز انباشته در مورد مسکن رو داریم، ضمن اینکه 2 میلیون واحد خالی هم داریم ولی اونها به درد ضعفا نمیخورن. با روش‌های مختلف مالی میتوان این 2 میلیون واحد رو در بازار مسکن عرضه کرد و از طریق فروش نقد اقساط، از طریق نهادهای واسط مالی که هم خریدار به خانه خودش برسه و هم فروشنده به پول خودش، ولی کسی نیست که چنین برنامه‌ریزی انجام بده و وزیر حتی در حوزه ستادی خودش هم کارآمدی لازم رو نداشته. کشور هنوز یک طرح جامع مسکن رو نداره. ما صحبت از 2.5 میلیون نیاز انباشته می‌کنیم. پراکندگی این نیاز، تأمین منابع مالی، سازماندهی تقاضاهای واقعی، احیای بافت فرسوده. اصلا ما مدلی نداریم، مدل کارآمدی برای احیا نداریم در بافت فرسوده. سیاست‌های آمایشی ما چی میگه و چگونه میتوانیم ما عرضه رو تقویت بکنیم؟ اصلا ابتناع سیاست گذاری مسکن بر روی چه چیزی است؟ برنامه‌ریزی ما برای تأمین مسکن مردم به ویژه جوانان چیست؟ آقای وزیر، شما از مسکن اجتماعی صحبت میکنید. در این 5 سال اگر یک واحد مسکن اجتماعی ایجاد شده به مردمان نشون بدید. شما از صندوق یکم صحبت میکنید. صندوق یکم چی میگه؟ اینکه واجدین شرایط فاقد مسکن 40 میلیون سپرده‌گذاری 1 ساله انجام بدن، دریافت وام 80 میلیونی به میزان 2 برابر تحت عنوان تسهیلات خرید مسکن اتفاق بیفته و طبق بررسی هایی که بانک مرکزی انجام داده ارزش سپرده‌گذاری 1 ساله تنها پاسخگوی 30% همان وام 2 برابر هست و 70% باقی مانده باید از محل بازگشت اقساط مسکن مهر تامین بشه. این یکی از دلایل نیمه تمام ماندن مسکن مهر هست، چرا که منابع مسکن مهر صرف صندوق یکم شده و برای همین امروز ما شاهد 400,000 واحد مسکن مهر نیمه تمام هستیم و چون نیمه تمام هست و ناتمام هست برای اونها دفترچه قسط صادر نشده، یعنی واحد باید تکمیل بشه و سپس دفترچه قسط تحویل بشه. پس این 400,000 واحد اساساً تکمیل نشدن یا وام خودشون رو به طور کامل دریافت نکردن. ضمن اینکه تعدادی از واحدهای تکمیل شده برایشون دفترچه قسط صادر شده، مردم هم اجاره خانه میدهند و هم قسط پرداخت میکنند چون واحدشون تکمیل نشده. تکمیل همین 400,000 واحد میتونه 1 میلیون شغل ایجاد بکنه. این 400,000 واحدی که من در مورد اونها صحبت میکنم استنادش هست به مصاحبه‌ای که
جناب آقای مهرآبادی قائم مقام وزیر در ارتباط با مسکن مهر انجام داده. با این تفاصیل طرح جامعه مسکن نداریم. از همان ابتدا در حوزه برنامه‌ریزی آقای وزیر جناب عالی ناتوان بودید. این هم وضعیت مسکن مهر و این هم صندوق یکم که فاقد منابع هست. بافت فرسوده بلا تکلیف هست. بافت فرسوده اونقدر بلا تکلیفه که رئیس جمهور محترم شخصا خودشون ورود پیدا میکنن و جانب خودشون با اختیارات هیئت دولت آقای ترکمن رو به عنوان مشاور در بافت فرسوده معرفی میکنن که این دلیل ناکارآمدی شماست. آقای وزیر اگر اونجا هستید، شما به واسطه زد و بند فامیلی اونجا هستید، عمل کردی نتوانستید از خودتون ارائه بدید. شما سهم یک آقای از دولت هستید. چرا باید تاوان ناکارآمدی شما رو مردم بدن؟ مردم مصیبت دیده کرمانشاه، اهالی سرپرزه‌ها و روستاهای ویران شده که صحنه رقتبار این زلزله هر روز روح ایرانیان رو میخراشد، چه گناهی دارند که وقت شما مسئول شرکت‌های خودتان و فرزندانتان هست؟ تعجب می‌کنم از دولت که چرا آبروی خود را در صحبت یک چنین فردی که ناکارآمدی خودش رو با قربانی کردن معاونانشون جبران می‌کنند. سید آقایی، کشاورزیان و نوریان قربانیان مدیریتی آقای آخوندی هستند. نفر بعدی رو بگید بیاد. مجلس به رسالتی که امروز بر دوش او گذاشته شده در پاسخ دادن مطالبه مردم عمل 1 دقیقه و 30 ثانیه بیشتر صحبت و رحمت الله و برکاته. تشکر.